به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزانم. امیدوارم که دلتان خوش باشه و تنتان هم سالم. امروز 7 آوریل 2026 و من نوید جیش با یک ویدیوی خبری تحلیلی در خدمت شما عزیزان قرار دارم و خیلی خوشحالم که در این لحظات اساس و سرنوشت فرصت فراهم شد تا بار دیگر کنار هم باشیم و به لایه‌های زیرین اتفاقات نگاه کنیم که شاید در ظاهر فقط یک خبر ساده به نظر برسند، اما در واقع خشت‌هایی هستند که دیوار آینده ما را می‌سازند. عزیزان من، قبل از اینکه وارد بحث اصلی امروز ما شویم، لازم می‌بینم که یک نکته بسیار مهم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بعضی از دوستان ما در پیام‌ها و در کامنت‌هایی که می‌نویسند طوری صحبت می‌کنند که انگار ما به منابع استخباراتی یا سازمان‌های خاص دسترسی داریم، اما حقیقت خیلی ساده‌تر از این حرف است. باید بگم دوستان عزیز که تمام ویدیوها و تحلیل‌هایی که شما می‌شنوید همه بر اساس اخبار عادی، گزارش‌های پابلیک و عمومی است و جستجو در منابعی است که همه شما در او اگر بخواید جستجو بکنید دسترسی داره. ما نه پیشگو هستیم، نه به اسناد محرمانه طبقه بندی شده دسترسی داریم و نه هیچ کسی پشت پرده به ما اطلاعات میفرسته. ما هم دقیقاً مثل شما دوستان عزیز ساعت‌ها وقت میگذاریم، اخبار را دنبال میکنیم، سخنرانی‌ها را میشنویم، دیدارها را رصد میکنیم و در نهایت برداشت و تحلیل شخصی خود ما را در قالب یک ویدیو میایم با شما عزیزان به اشتراک میگذاریم. بنابراین دوستان عزیز، آنچه که ما میگیم و شما میشنوید هیچ لزومی نداره که شما تصور بکنید که گفته های ما وحی منزل است یا دقیقاً همان واقعیت های عینی است، چون تحلیل جای احتمالات است و ما هم مثل هر انسان دیگر ممکن است که در برداشت های ما دچار خطا یا اشتباه شویم. هر کدام از شما مگر وقت بگذارید و برید تحقیق بکنید، اخبار را رصد بکنید، دنبال بکنید، گفتارها را بالاخره اتفاقاتی که پیرامون ما رخ میده، شما میتونید که به این نتیجه برسید یا حتی بهتر از آنچه که ما اینجا میایم و تحلیل میکنیم و با شما عزیزان به اشتراک میگذاریم. پس این را در نظر داشته باشید که اینجا فقط یک دریچه برای تعامل است، نه اطلاعات قطعی امنیتی یا هم کدام پیشگویی یا بالاخره هر چیزی که ما میگیم بر اساس احتمالات است. خب دوستان عزیز، حالا بیایید که با این مقدمه و با خیال آسوده بریم سراغ بررسی اتفاقات جدید و ببینیم در این روزهای پرماجرا چه میگذره. پیش از آن که بریم به تحلیل اتفاقات و ماجراها را به گونه عمیق کالبد شکافی کنیم، اجازه بدید که مروری داشته باشیم به اتفاقات جدید و اخباری که در چند ساعت و چند روز اخیر نبض جهان را به دست گرفتند. در صدر اخباری که امروز در اختیار ما قرار گرفته، ماجرای ضرب الاجل حساس خاورمیانه است. تنها چند ساعت تا پایان اولتیماتوم واشنگتن به تهران برای بازگشایی تنگه هرمز باقی مانده. همچنان گزارش‌ها از سرنگونی یک جنگنده F-15 آمریکایی در حریم هوایی منطقه حکایت دارد که شوک بزرگی به پنتاگون وارد کرده. همزمان در جبهه شرق نبرد در اوکراین به نقطه بحرانی رسیده و آمارهای تکان دهنده از کاربرد عوامل خاص شیمیایی در میدان نبرد به گوش میرسد. از سوی دیگر بلوک شرق یا همان کشورهای بریکس با پیشبینی رشد اقتصادی خیره کننده در سال 2026 رسما زنگ خطر را برای قدرت‌های سنتی غرب به صدا درآوردند. در این میان زمزمه‌های از تغییرات اقلیمی بی سابقه و تأثیر آن بر امنیت غذایی جهان شنیده میشه که بسیاری آن را فراتر از یک پدیده طبیعی و به نوع مهندسی آینده میدانند. عزیزان من، وقتی به این چیدمان نگاه میکنیم میبینیم که جهان مثل یک صفحه شطرنج است که مهره‌هایش با دقت جابجا میشن. سقوط آن جنگنده پیشرفته فقط یک حادثه نظامی نیست، این یک پیام نمادین است، پیامی که میگه دوران برتری مطلق هوایی و تکنولوژی که دهه‌ها ابزار فشار بود به پایان رسیده. چرا حالا؟ چون اتاقهای فکر جهانی به این نتیجه رسیدند که برای عبور از نظم نوین مد نظرشان باید ساختارهای قدیمی را در کوره‌های جنگ‌های منطقه‌ای ذوب کنند. عزیزانم، اگر با ماجراها با دقت موشکافانه نگاه کنی می‌بینی که یک نخ تسبیح مشترک است. محاصره اقتصادی و بحران انرژی، یعنی بستن تنگه هرمز یا تهدید به آن، در واقع فشار دادن شارک حیاتی تمدن مادی غرب است. آنها میخواهند که بدانند چه کسی در نهایت ماشه را میکشد، چون کسی که ماشه را بکشه مسئول تمام ویرانی‌های اقتصادی بعدی معرفی خواهد شد. این یعنی همان بازی مقصر سازی است که در پروژه‌های پیشبینی تاریخ همواره دیده میشود. اما سود اصلی را از این آشفته بازار کسانی میبرند که خارج از این درگیری‌های فیزیکی در حال چیدن سیستم مالی جدید هستند. وقتی دلار در تلاطم جنگ قرار میگیرد، طلا و ارزهای دیجیتال تحت کنترل جایگزین میشن. این یعنی ما شاهد یک جابجایی بزرگ ثروت از جیب توده های مردم به خزاین کسانی هستیم که سناریوی این جنگ ها را سالها پیش نوشته بودند.
اما چیزی که کمتر کسی به آن توجه میکنه لایه پنهان این درگیری هاست. جنگ در آسمان و زمین پوششی است برای جنگ در سفره های مردم. تغییرات در قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری مستقیما امنیت غذایی را هدف قرار گرفته است. مثال تاریخیش به یاد بیارید. هر زمانی که قرار بود نظم جهانی تغییر کنه، ابتدا قحطی‌های مصنوی یا بحران‌های بزرگ معیشتی ایجاد شد تا مردم برای لقمه نان سخت‌ترین قوانین و تغییرات سیاسی را بپذیرند. در ادامه میخوام که پرده از یک واقعیت بسیار تکانده‌تر بردارم، واقعیتی که نشان میده این درگیری‌های نظامی تنها بخشی از یک نقشه بزرگ برای تغییر ماهیت حق حاکمیت در کشورهای منطقه است. ما وارد دورانی شدیم که در آن مرزها دیگر روی نقشه جابجا نمیشن، بلکه در ذهن‌ها و در سیستم‌های بانکی بازتعریف میشن. پس بیایی که با عمق این سناریو بریم تا ببینیم در اتاق‌های تاریک تصمیم گیری برای فردای ما چه خوابی دیدن. عزیزان من، وقتی از تغییر ماهیت حق حاکمیت حرف میزنیم، منظور مانی نیست که حکومت سقوط کند یا مرز روی کاغذ جابجا شود. موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرف است. ببینید عزیزان من، در همین چند روز اخیر که بحث تنگه هرمز و سقوط جنگنده F-15 بالا گرفته، همه این نگاه‌ها به سمت رادارهای نظامی و موشک‌ها چرخیده. اما حقیقت اصلی در مانیتورهای بورس و اتاق‌های سرور بانک‌های مرکزی در حال رقم خوردن است. سناریوی اصلی که در اتاق‌های فکر پشت پرده مثل شورای روابط خارجی یا مجموعه جهانی اقتصاد چیده شده این است که ملت‌ها را به نقطه از استحصال معیشتی برسانند که خود مردم حاکمیت ملیشان را فدای امنیت و ثبات کنند. یعنی چی؟ یعنی جنگ را تا جای پیش میبرند که سیستم توزیع کالا و انرژی فلج شود. در چنین حالتی وقتی نان پیدا نشه و برق قطع باشه، دیگر برای کسی مهم نیست که چه کسی بر مسند قدرت نشسته. مردم فقط نجات میخواهند و درست در همین لحظه است که آنهایی که بحران را ساختند به عنوان منجی وارد میشن. بیایید که یک مقایسه تاریخی بکنیم تا ماجرا روشن‌تر شود. یادتان است که دیگر در جنگ‌های بزرگ قرن 20 در این گوشه و اون گوشه جهان چطور سیستم‌های پولی جابجا شد. هر بار و بعد از یک ایرانی بزرگ سیستم مثل بروتون وودز آمد و دلار را به جهان حاکم کرد و حالا که نفوذ دلار در حال فروپاشی است و بلوک شرق با پیمانهای مثل برکس در حال دور زدن این سیستم است، غرب مجبور است که تخریب کنترل شده برا بندازه. این سقوط هواپیما و تهدیدهای متقابل جرقه هایی است که قرار است انبار باروت اقتصاد قدیمی را به طور کامل منفجر کنه تا جا برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا همان CBDC باز شود. این یعنی کنترل کامل بر تک تک افغانی ها، تومن ها و دلارهایی که در جیب من و شماست و یا هم در خانه ما یا در بانک ما، بالاخره در هر جای. نکته ای که کسی به شما نمیگه این است که چرا در حالی که طبل جنگ کوبیده میشه، قراردادهای بزرگ استخراج معادن و کریدورهای ترانزیتی در پشت پرده همچنان در حال امضا شدن است. چون بازیگران قدرت میدانند که جنگ فقط یک ابزار جابجایی است. آنها میخواهند که جغرافیای منطقه را به یک انبار مواد خام بزرگ تبدیل کنند که هیچ دولتی در آن قدرت نگفتن نداشته باشد. در تحلیل‌های عمیقی که انجام شده و نتایجی که به دست آمده، رد پای یک توافق نانوشته دیده میشه. توافقی که میگه بگذارید خاورمیانه درگیر باشد تا ما در شرق و غرب زیرساخت‌های جدیدی را نهایی کنیم. این دقیقاً همان چیزی است که تحلیلگران مستقل بارها به آن اشاره میکنند، یعنی ایجاد بی‌نظمی بزرگ برای استقرار یک نظم نوین. اما یک بمب خبری که باید به آن توجه کنید و شاید در روزهای آینده صدایش بشنوید. بحث محاصره سایبری است. گزارش‌های محرمانه نشان می‌دهد که هدف بعدی از کار انداختن زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق استراتژیک است. تصور کنید در اوج تنش نظامی ناگهان اینترنت و سیستم‌های بانکی برای چند روز از کار می‌افته، یعنی به طور کامل از کار می‌افته. در آن سکوت مطلق چه اتفاقی میتونه رخ بده؟ چه قراردادهای امضا شود و چه مهره‌های جابجا شود؟ دوستان عزیز من، ما در آستانه اتفاقی هستیم که من به اون میگم شطرنج در تاریکی. بازیگران اصلی میدونن که مردم به خبرهای تکراری جنگ عادت کردن، پس باید سناریو را به سطحی ببرن که زندگی روزمره تک تک ما را لمس کنند. در ادامه دوستان عزیز میخوایم به شما بگوییم که این پازل چطور قرار است تکمیل شود و نتیجه گیری نهایی که تمام قطعات را به هم وصل میکنه چیست. در نهایت ما میخوایم ببینیم که سهم ما از این بازی چیست و چطور میتونیم از میان این طوفان ها واقعیت تشخیص بدیم. خب دوستان عزیز، اکنون بیایید که تمام این مهره های پراکنده را کنار هم دیگر قرار بدیم، از جنگ های سرنگون شده تا نوسانات ارز و بحران های ساختگی. همه اینها را در یک تصویر بزرگ کنار هم بگذاریم و ببینیم که نتیجه چی میشه. حقیقت تکان دهنده ای که در لایه
های پنهان قدرت سعی در مخفی کردنش دارند. این است که ما دیگر در عصر جنگ برای خاک زندگی نمی کنیم. ما در عصر جنگ برای انسان و داده هستیم. آنچه امروز در خاورمیانه و اوکراین و تقابل بلوک شرق و غرب می بینیم در واقع یک پرده‌برداری بزرگ از پروژه‌ای است که من آن را زندان بدون میله می نامم. اتاقای فکر جهانی به این نتیجه رسیده که برای کنترل جهان در سال 2026 و بعد از آن دیگر نیازی به اشغال نظامی سنتی نیست. وقتی شما بتانی با یک کلید دسترسی یک ملت به دارایی‌هایش قطع کنی یا با مهندسی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی دشمن را دوست و دوست را دشمن جلوه بدی، عملاً آن ملت را تسخیر کردی. عزیزان من، اصل ماجرا اینجاست که بر اساس گزارش‌های غیر عمومی از نشست‌های پشت پرده هدف نهایی از این تنش‌های نظامی در منطقه ما ایجاد یک خلای امنیتی عمدی است تا راه را برای ورود شرکت‌های بزرگ حفاظتی و سیستم‌های هوش مصنوعی کنترلی باز شود. یعنی میخواهند که حاکمیت ملی کشورها را به قدری تضعیف کنند که امنیت به یک کالای فروشی تبدیل شود، کالایی که فقط در ازای تسلیم کردن کامل حریم خصوصی و استقلال اقتصادی به دست میآید. ببینید وقتی بلوک شرق یعنی روسیه و چین با قدرت در مقابل سیستم دلار ایستادند، این فقط یک رقابت اقتصادی نیست، این نبرد بر سر این است که چه کسی قرار است زیرساخت‌های زندگی دیجیتال آینده را بنویسد. غرب نمیخواهد که این انحصار را از دست بده و شرق هم دیگر حاضر نیست زیر بار قوانین قدیمی بره. در این میان مناطق ما به عنوان زمین بازی انتخاب شده تا قدرت تخریب و سازندگی سیستم‌های جدید در آن تست شود. اما یک نکته ای که باید در گوشه ذهنتان به درشتی حک کنه این است که قدرت‌های بزرگ علی رغم تمام شعارها و درگیری‌های ظاهری در یک مورد با هم توافق دارند و آن هم ضرورت کنترل توده هاست. این درگیری‌ها مثل یک چکش عمل می‌کنه که زندان جامعه را شکل بده تا برای پذیرش قوانین سختگیرانه آینده آماده شوند. ما در عصری هستیم که سکوت معنای رضایت ندارد و فریادم لزوماً به معنی اعتراض نیست. تنها چیزی که در این هیاهو قیمت داره آگاهی است. آگاهی از این که بدانیم هر خبری که به دست ما میرسه تکه‌ای از یک پازل بزرگ است که هدفش مشغول کردن ذهن ماست تا از دیدن دستی که داره جیب آینده ما و فرزندان ما را خالی میکنه غافل بمانیم. در نهایت یادتان باشه که تاریخ را کسانی نمیسازه که بیشترین صلاح را داره، بلکه کسانی میسازند که عمیق‌ترین نگاه را به حقیقت دارند. فریب ظاهر خشن جنگ ها را نخوره. اصل ماجرا در لایه‌هایی است که نه در اخبار شبانگاهی گفته میشه و نه هم در بیانیه‌های رسمی دولت‌ها. عزیزان من، دنیا در حال پوست اندازی است و این درد زایمان یک نظم جدید است. هوشیار باشه تا در این جابجایی بزرگ هویت و حقیقت خود را گم نکنه. در لابلای این چرخهای وحشتناک قدرت تنها کسی که میتونه حقیقت ببینه کسی است که از زاویه انسانیت به تماشای سقوط بت‌های پوشالی سیاست نشسته. امیدوارم این ویدیو تانسته باشه که گوشه از واقعیت‌های پنهان به شما روشن کرده باشه. دلتان شاد، ذهنتان بیدار و حق یارتان باد. تا ویدیوی دیگر و دیدار دوباره، خدا نگهدار. بدرود.